ساعت به وقتی پرگر رسیده است بینندگان عزیز و من شالو گلخوجه چون همیشه در همین وقت با شما هستم با سرخطی خبرهای روز و همه شما از اون رو بعد از 3 ساعت دیگر در بخش مستقیم برنامه خبری منتظر میشویم. البته با اون موضوعی که حالا من برای شما میگم و بر علاوه آن خبر گزارشایی که تا 3 ساعت دیگر به دست ما خواهد رسید، یادتون نرود برنامه خبری ساعت رس و یک با وقت پرگ تقدیم شما می شود، در مسکو باشد ساعت 2 می شود. در مرز قرغیزستان و تاجیکستان نظارت پرزور کرده شده است. به آگاهی خدمات مرزبانی قرغیزستان روز 14 سپتامبر وضع در مرز این کشور با تاجیکستان معتدل بود. پیشتر خبر داده شد که گویا ساکنان جماعت اوفچی قلچه تاجیکستان که با دهه مقصد نویه لیلک قرغیزستان همسرت است در منطقه مرزی بحثی ساختمانی را آغاز کردند. در نتیجه نمایندگان خدمات مرزبانی دو کشور با هم واخورده جانب قرغیزستان خواسته است کارهای ساختمانی در منطقه بحثی قطع کرده شوند. روز 14 سپتامبر هنگام آغاز کارهای ساختمانی ساکنان دو کشور در محل حادثه جمع گشتند ولی تا بیگاه دوباره پراکنده شدند. مقامات تاجیکستان باشد جانب قرغیزستان را به ساختمان KPP یا خود پاسگاه نظارتی در یک منطقه به گفته آنها بحثی و در راه بین اسفره و واروخ متهم کردند. جزئیات بیشتر را در برنامه برای شما خواهیم گفت. در ورشا و مشورت نوبتی سالانه دفتر نیروهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری در اروپا با اشتراک قریب 60 دولت آغاز می شود. با نزدیک شدن مشورت نوبتی سالانه توجه دایره‌های سیاسی و اطلاعاتی داخلی و خارجی با اشتراک هیئت رسمی تاجیکستان در این چهاربینی بین‌المللی افزایش می‌یابد. هیئت تاجیکستان تحت ریاست ظریف علیزاده نماینده پرزیدنت تاجیکستان در پارلمان در ورشا حضور دارد. قبل از سفر هیئت حکومت تاجیکستان به این همایش نمایندگان هیئت حکومت ذکر کرده بودند که امسال هیئت حکومت از سال گذشته فرق خواهد داشت. خب در صورت شروع شدن این نشست ما نیز خواهیم دید. البته رادیو آزادی این نشست رو پیگیری میکند و ما برای شما تفصیلات رو خواهیم رساند. وکیلان دفاع رهبر نوی خود را انتخاب میکنند. اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان سازمان جمعیتی بوده هم وکیلان دفاع موظفند عضو آن باشند. این سازمان فعلا کاری 850 وکیل دفاع را تنظیم میکند. اتفاق ادوکاتو ماه سپتامبر سال 2015 و در پی قبول قانونی بحث برانگیز درباره ادوکاتورا تشکیل شده است. حالا در تاجیکستان بیش از 9 میلیون نفری تنها 850 ادوکات حق دارد به کار افتادگان خدمت رساند، یعنی برای هر یک وکیل 11000 نفر راست می‌آید. همکاران ما جریان انتخابات رئیسی نوی وکیلان دفاع را نظارت دارند و در برنامه خبری در این باره برای شما معلومات بیشتر خواهیم داد. هواپیماهای نظامی روسیه مرحله دوم انتقال پایگاه‌های ضدهوایی S-400 به ترکیه را به انجام رساندند. مرحله اول انتقال پایگاه S-400 به ترکیه در ماه ایول عملی شده بود. قرار ترکیه درباره خریداری پایگاه‌های S-400 روسیه باعث عکس‌العمل منفی واشنگتن شد و پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ترکیه را که عضو پیمان ناتو میباشد از برنامه استحصال و استفاده هواپیماهای جنگی F-35 خارج کرد. و چگونه فاجعه کمک کرد و 2 نفر صاحب بخت شدند؟ منظور مهاجری است که بعد معیوب شدن با طبیبی ژاپنی خود خانه دار می شود. این یک قصه جالب است که پیشنهاد داریم در برنامه خبری آن را با ما تماشا کنید و یادتان نرود که برنامه ما بعد از 3 ساعت شروع می شود در همینجا در آزادی ویدیو. ما هم شما رو منتظر هستیم تا وقت روز خوب داشته باشید.